اولین نفر کی بود؟ اولین نفری که در برابر تاریکی ایستاد. اولین نفری که مشعل به دست گرفت. اولین نفری که شمشیر کشید علیه تاریکی، علیه ظلم، علیه ستم و علیه پاسبانان و دیوان نقاب به چهره ضحاک. نریمان، جد رستم تاجبخش. درست زمانی که همه برای بقا و برای زنده موندن سر در گریبان داشتند و سکوت پیشه کرده بودند، نریمان مشعل به دست و شمشیر از نیام کشیده در کوی و برزنهای سیستان برخاست و شبانه با مشعلی کوچک و نوری کوچک در دل تاریکی از کودکان و جوانانی که شبها از خونه ها بیرون کشیده می شدند تا به مطبخ ضحاک برده بشن و مغز اونها خوراک مارهای ضحاک بشه، بیسته و از جان اونها محافظت و مراقبت بکنه. اگرچه نریمان تنها بود و در این تنهایی در قلعه سپند با سنگ بزرگی که دیوان روی سر او انداختند جان داد، اما نامش جاودانه موند. او از دروازه های اساطیری عبور کرد و به عنوان نخستین پهلوان، نخستین جهان پهلوان و نخستین کهن الگوی نگهبان ایران در اسطوره های ایران جاودانه شد. و رستم بیشتر از اونی که شبیه سام باشه که سردار سپه و سپاه بزرگی داره و با سپاهش به جنگ میره، شبیه نریمانه، همونقدر تنها و همونقدر نگهبان مردمان و ایران.